ملک سلمان پادشاه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و همچنین رئیس ثروتمندترین سلطنت جهان چطور ثروت تریلیون دلاری خود را مصرف میکنه؟ تا آخر ویدیو بمانید تا بفهمیم این ثروت بی پایان در کجا به مصرف میرسه. قبل از اینکه به سبک زندگی تریلیونری پادشاه سلمان بپردازیم، مهمه که اول بفهمیم این ثروت واقعا از کجا آمده. ملک سلمان در سال 2015 در سن 79 سالگی به قدرت رسید، درست بعد از اینکه برادر بزرگترش عبدالله درگذشت و بعد از آن ملک سلمان کنترل آل سعود یا خاندان سعود، تاج و تخت عربستان سعودی و شرکت نفت دولتی آرامکو را به دست گرفت، جایی که بخش اعظم ثروت خانواده از همینجا سرچشمه میگیره. همکنون آرامکو اتفاقاً دومین ذخیره بزرگ نفت خام در جهانه و بیشتر از 90% آن تحت کنترل خانواده سلطنتیه که همین امر باعث شده که خانواده سلطنتی به شدت ثروتمند بشن و دارایی خالص آنها 1.4 تریلیون دلاره که این ثروت فوق‌العاده زیاد میان 2000 عضو خانواده سلطنتی تقسیم شده که همه آنها مستقیما توسط خود ملک سلمان کنترل میشه. با این ثروت باور نکردنی آل سعود 12 کاخ بسیار مجلل ساختند برای هر کسی که بر تخت نشسته باشه و از آن 12 کاخ 3 کاخ از همه مجلل تره که عبارتند از قصر الیمامه، قصر العوجا و قصر مجلل ارجا یا ارگا. حالا بیایم با هم هر کدام آنها را جدا جدا بررسی کنیم. قصر الیمامه، قصر یا کاخ باشکوه الیمامه مقر پادشاه سلمان بن عبدالعزیزه و در قلب ریاض پایتخت عربستان سعودی واقع شده. این کاخ هم به عنوان کاخ کاری و هم به عنوان دیوان شاهی استفاده میشه. نمای بیرونی کاخ به صورت فوق‌العاده‌ای مدرن و زیباه با طراحی سنتی عربی که به طور یک پارچه نقش‌های هندسی و پنجره‌های قوسدار و نوک‌تیز را با هم ادغام کرده. ولی داخل این کاخ واقعا سلیقه ملک سلمان را نشان میده. چندین لوستر افسانه‌ای وجود داره که به عنوان یک اثر هنری مستقل به حساب میآید. فرش‌های فراوان، آثار هنری زینتی و طلا. البته طلا یکی از ویژگی‌های این کاخ به حساب میآید. برآورد این که ارزش این کاخ چقدره واقعا سخته، اما اگر بخوایم حدس بزنیم ممکنه که به صدها میلیون دلار برسه. از طرف دیگر هر زمان که ملک سلمان از شکوه این کاخ خسته میشه به کاخ قدیمی تر و مینیمالیستیک تر العوجا نقل مکان میکنه. این قصر به مراتب کمتر مدرنه و دارای معماری قدیمی عربستان سعودیه. با این حال مانند دیوارهای قصر الیمامه، دیوارهای این قصر هم با حکاکی‌های پیچیده‌ای تزیین شده و تصاویر سیاه و سفید از ریاض هم در دیوارهای آن پیدا میشه. ولی برخلاف الیمامه در این قصر طلای کمتر استفاده شده. ولی صبر کنید، درسته که طلا در آن کم کار شده، ولی این قصر یکی از قدیمی ترین قصرهای روی زمین به شمار میره، پس قیمت روی آن گذاشته نمیشه. اما اگر به دنبال یک قصر طلایی دیگر هستین، قصر ارجا یکی از او قصرهایی که نشان میده ملک سلمان بیش از اندازه پول کافی برای ساختن چندین نسخه قصر الیمامه را داره. قصر ارجا جاییه که بیشتر بازدید کننده های دیپلماتیک پادشاه در آن پذیرایی میشه. در سال 2015 ملک سلمان که به تازگی تاجگذاری شده بود، باراک اوباما را در همین قصر پذیرایی کرد و چیزی که خیلی نظر من را در این عکس جلب کرد جعبه دستمال کاغذی طلاییه. حالا تصور کنید جعبه دستمال کاغذی که نتوانه از دست طلاهای ملک سلمان فرار کنه، چه چیزهای دیگری ممکن از جنس طلا باشه. ولی خیلی تحت تاثیر قرار نگیره، چون داشتن قصر تنها یک بخش ماجراه. جت‌های متعدد ملک سلمان. ملک سلمان دارای 6 جت شخصیه. بله، کاملا درست شنیدید، 6 جت شخصی بر علاوه یک هواپیمای رسمی فوق‌العاده و باشکوه 747-400. خاندان سلطنتی عربستان صاحب هواپیماهای لوکس از جمله 2 بوئینگ 747-200، یک 777-300، یک 787-8 و یک ایرباس A340-200 که به طور اختصاصی برای شاه خدمت میکنه. بوئینگ 747-400 یک هواپیمای خطوط هوایی تجاریه که برای شاه سفارشی درست شده که آن را به یک قصر عظیم و شناور تبدیل میکنه. این هیولای هوایی یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری در جهانه
و قابلیت حمل بیش از 600 مسافر را در یک زمان دارد. به دلایل امنیتی هیچ ویدیوی رسمی از داخل این هواپیما منتشر نشده، اما شایعاتی وجود داره که از اتاق شاهی گرفته تا اتاقهای کانفرانس و حمام با روکش‌های طلایی در این هواپیما وجود داره. هزینه متوسط یک بوئینگ 100 میلیون دلاره و از آنجایی که ملک سلمان 2 تا از این هیولاها داره، خود شما حساب کنید که چقدر میشه. اما باید داشته باشید که همه اینها سفارشی هم طراحی شده و با طلا هم تزیین شده. همچنین 4 هواپیمای باقی مانده هم دارای خصوصیات و ویژگی‌های مشابه همین دوتاه. هزینه نگهداری از این 6 جت رو هم به کنار، ولی اگر کل هزینه سالانه چیزی کمتر از 3 میلیارد دلار بشه واقعا تعجب میکنم. اما باز هم تمام اینها فقط یک قطره از اقیانوس ثروت ملک سلمان به شمار میره، چون هزینه هایی که او برای سفرهای خود میکنه واقعا حیرت آوره. مثل سفر به واشنگتن. در سال 2014 زمانی که پادشاه برای یک سفر دیپلماتیک به واشنگتن دی سی سفر کرد، کل 222 اتاق یک هتل لوکس و مجلل 4 فصل را رزرو کرد و بعداً مثل یک پادشاه واقعی دستور داد که تمام دکوراسیون هتل به طور کامل بازسازی بشه و خوب دستور داد که هر چیزی که از طلاییه با طلا جایگزین بشه، مثل میز، آینه، لامپ‌ها و حتی جای کلاه‌ها، و همه این طلاها مستقیما از عربستان سعودی با هواپیما ارسال میشد. بعضی چیزها وجود داره که ارزش هزینه کردن رو واقعا نداره، مثل این که پادشاه دستور داد تمام فرش‌های هتل را به رنگ سرخ تغییر بدین و این کار را به حدی جدی انجام دادن که پادشاه از زمان پیاده شدن از هواپیما تا دوباره برگشتن نیاز نبود روی زمین پا بذاره. سفر 2017 روسیه. حالا اگر فکر کردید که سفر 2014 خیلی زیاده روی بوده، باید ببینید که ملک سلمان به این سفر چی کار کرده. در سال 2017 ملک سلمان به یک سری سفرهای دیپلماتیک از روسیه به اندونزی، مراکش، توکیو و چند کشور دیگر رفت. هر سفر نمایشی از ولخرجی مجلل بود و کاملا قابل پیش بینی بود که مبالغ وحشتناکی به مصرف میرسه. در سفر ملک سلمان به روسیه، او همراه خود 1500 نفر، 800 کیلوگرم غذا، مبلمان شخصی و فرش‌های خود را با خود برد. اما جالبترین آنها پله برقی طلایی ملک سلمان بود که برای پیاده شدن از هواپیمای خود استفاده می‌کرد. حالا پله برقی‌های معمولی حدود 8000 دلار برای هر 30 سانتی متر هزینه داره، بر علاوه هزینه تعمیر و نگهداری. شما تصور کنید که یک پله برقی طلایی حالا چقدر هزینه داره. اما چون طلا فلز مناسبی برای قطعات محرک نیست، پله برقی سلطنتی ملک سلمان در نیمه راه گیر کرد و او مجبور شد مثل بقیه انسان‌های عادی پایین بیایه. در روسیه ملک سلمان هتل‌های ریتز کارلتون و هتل 4 فصل را رزرو کرد. هر دو هتل توسط 1000 خدمه پادشاه اشغال شده بود و برای جای بیشتر این هتل مجبور شد رزروهای دیگر مهمانان را لغو کنه و کسانی هم که آنجا اقامت دائمی داشتن موقتا اخراج شدند. همه این رزروها حدود 3 میلیون دلار هزینه داشت که رقم بسیار ناچیزیه برای ملک سلمان. همچنین 200 موتر را برای گروه خود اجاره کرد و در نهایت تا پایان اقامت خود در روسیه حدود 100 میلیون دلار هزینه کرد. در مراکش ملک سلمان دوباره هزینه‌های خود را ادامه داد و 100 میلیون دلار برای یکی از گران قیمت ترین اقامتگاه‌های این کشور خرج کرد که این اقامتگاه 74 هکتاری نامشخصه و بقیه تیم 800 اتاق را در یکی از گران قیمت ترین هتل‌های مراکش اشغال کردند. سفر به توکیو. در حالی که برای سفر خود به توکیو آماده می شدند، ملک سلمان متوجه شد که در انتقال چمدان‌ها مشکلی وجود داره. پس یک هواپیمای 14 میلیون دلاری که متعلق به نیروی هوایی سلطنتی هلند بود را اجاره کرد. این هواپیمای نظامی در اصل برای حمل و نقل تانک‌ها و سایر محموله‌های سنگین در مسافت‌های طولانی طراحی شده، اما ملک سلمان آن را برای حمل چمدان‌های خود استفاده کرد و 2 مرسدس بنز S600 که به عنوان وسیله نقلیه رسمی او در طول اقامت در توکیو بود استفاده شد و بعداً او بیش از 1200 اتاق را در هتل‌های برتر توکیو رزرو کرد تا تمام افراد او در آنجا اقامت داشته باشند و 500 لیموزین اضافی برای رفت آمد این افراد سفارش داد. بعدها در فرانسه و چندین سفر دیگر خود چنین هزینه‌هایی را ادامه داد و تکرار کرد. حالا این بود گوشه کوچکی از زندگی ملک سلمان. امید که از این ویدیو لذت کافی برده باشید.
حالا نظر شما چیه؟ آیا واقعا برای یک پادشاه چنین کاری درسته یا خیر؟ یا فکر میکنید اینها زیاده رویه؟ نظر خود را حتما در بخش کامنت ها بنویسید و حتما یکی از ویدیوهای روی صفحه را تماشا کنید.